سلام، درسته که چند هفته نبودم ولی واقعا نتونستم که یه ویدیو بگیرم و بذارم اینجا. البته که نه اینکه نخوام، ولی واقعا نمیتونستم. از همه چی عقب میافتادم یا یه چیزی به وجود می اومد و باعث می شد که من نتونم کاری انجام بدم. حتی چند ویدیو گرفتم، پاک کردم و چون فکر می کردم که کافی نیستم یا شاید چون خودم اون موقع کافی نبودم، ولی گفتم که از همینجا شروع کنم. نه کامل نه قوی ولی واقعی میتونم شروع کنم. پس یک چشم کشیدم که خیلی ساده است ولی با یک تکنیک جدید. اونم چند وقتی هست که این تکنیک رو دارم کار میکنم که بتونم تجربه های خوبی ازش به دست بیارم. اونم با تکنیک مداد رنگی آب رنگی. یک کمی کنترل کردنش سخته ولی خب وقتی که یاد بگیری همه چیز قلقش میاد دستت و به نظر من که خیلی جذاب و چیز خوبی شد برای من. یه نوع تمرین بود و ازش استفاده کردم. همین، منتظر باشید که نتیجه رو هم بهتون نشون میدم. از نظر خودم خیلی خوشگل شد. میتونست یه تمرین جذاب باشه برای وقتی که خیلی ساده میخوای شروع بکنیم و حتی کاراکتری که حس و حالم این روزا نشون میده قشنگ کشیدم. پس به خودم رسیدم، اتاقم رو مرتب کردم تا بتونم اون روحیم رو داشته باشم. چایی برای خودم گذاشتم، تو سکوت تمرین کردم و یه کمی هم رفتم بیرون. البته نمیدونم که دستم به کجا گیر اومد و یه همچین چیزی به وجود اومد. این ویدیو یه روز معمولی بود، فقط خواستم که ثبتش بکنم. همین دیگه، تو ویدیو بعدی میبینمتون.